یه دونه پرینتر داریم قراره 3 تا سیستم رو همزمان بهش وصل کنیم. در ضمن پرینترمون قابلیت شبکه شدن هم نداره. بیا تا بهت آموزشش رو یاد بده. برای این کار پرینتر رو مستقیم روی سیستم اول نصب میکنید، وارد کنترل پنل میشید، قسمت دیوایس هم پرینتر، روی آیکون پرینتر مورد نظرتون کلیک راست میکنید و گزینه پرینتر پراپرتیز رو میزنید، سربرگ شیرین. ببینید اینجا یه گزینه داره شیر دیس پرینتر، این تکش رو فعال میکنید و گزینه اوکی رو میزنید. بعد از اینکه پرینتر رو روی سیستم اول نصب کردید، میاد روی بقیه سیستم ها قسمت استارت یا ویندوز رو باز میکنید، 2 تا بک اسلش میزنید، آی پی ویندوز اصلی رو اینجا وارد میکنید. البته توی کپشن بهتون گفتم چجوری میتونید آی پی ویندوز رو پیدا کنید. ببین اینجا اینتر که بزنم پوشه شیر من برای من باز میشه که اینجا پرینتر رو ببینید سامسونگ 2160 من اینجا شیر کردم. دو بار که روی آیکون پرینتر کلیک کنید به اینترنت که وصل باشید خودش درایورش رو براتون نصب میکنه. روی تمامی سیستمایی هم که دارید میتونید همین مراحل رو انجام بدید. این ویدیو رو حتما برای دوستانتون بفرستید. نظری هم داشتید توی کامنت ها بهمون بگید.